بمردم اگه نگی یعنی نو چی حاله با سر از اینا الو بابا با تو مدام میگم زن که هم 8 بجه با ما چای رایی بمردم اگه گوشنگی آنه حال 9:30 10 بجه مایه بشه خوی بریم نون چاش رایی میکنی یا چای صبح رایی میکنی و کجا رفته بچه خب به هر گوری هست که رایی کور پیدا کنه خوبه هی ما هم بچه بودیم او سلام کردیم و دست پیار خوب او بی اجازه نمیخوردیم حالا کم نمیامدی سلام و علیکم بپوشتی بابا مرگیش نکی با کجا بودی؟ در سرا بودم حتما باز برفته بودی برای سگ بزی ها؟ در سرا بودم آخه بابا جو من همینجا زحمت میکشم که شما اسوده باشه آخه من دست شما چیکار کنم؟ بابا جو درس خوب بخون علم بیاموز که سوار روز یک آینده خوبی داشته بشی آره من نگاه که بابا جو بابا تا خدا بیامرز من نمیقدیش که به مسجد برو راستاشون بگو بیا به سر زمین کار کن خدا بیامرزه بریو حالا بابا جو ما میگم شما درس خوب بخونیم که یک دکتر یک مهندس یک انجینر بشه که سوار مثل من راستاشون به سر زمینا جون شما کنده نباشه ما با تو میگم مکتب برو خبر میشم برای سگ بزی با تو میگم مسجد برو خبر میشم به تا زمینا گله میزنی بابا جو با فکر آینده خوبه یا اگه به زبان خوش نمیفهمی همین توقع چور دارم من تا سر تو 4 تا بزنم که بفهمی چی میگم نکو بابا جو نکوی تا کارم نگاه کن ساعت چند بجه شده بابا تو با من نونه بودی آخه با نون چاش ترن خو میاری نمیاری آخه یا دست شما بچه آخه تو نون خوردی بابا بله جگره بابا نفس بابا دیروز هم مرا خون صاحب به مسجد جلوی مربه گرفته که همین بچه تو هیچ سبق یاد نمیگیره نکو بابا جو به خدا پشیمون میشی بابا آنه مثل من روزه بشه که مش نایفی به سر خوب بزنی او وقت هم مزنده نیم بابا جو اختیارک خورده اری بابا جو به زبان خوش رو تو میگم یاد میگیرم بخون بابا جو بخون ای جگر بابا حالا که ما به خوبی به شما گرد میزنم سابقی که پا نبود باور کو ای گوشم و گیشم عمال درستاره از دور پیارم کش میکرد بله سلام علیکم منده نباشیم زنده باشیم شکر فضل خدا نشناختم خو ماما شاگله شکر فضل خدا من تباخچیم کار داشتیم کار مخصوص بیاییم ماما شاگل من تباخچه بیاییم من تباخچیم باش خدا ماما شاگل چی ما کار مخصوص دارم کار مخصوص دارم دیگه گفتم باشه بیاییم تباخ یا خوش آمدی ما آدم خان بیا سلام علیکم
جان بابا خوبم شما شنو سلام علیکم سلام علیکم بابایی بشینیم خوش نه اومدید نه خود بخیر خود بخیر شما خوبی لالا زنده نباشی. یا راستی پیرشی زنده باشی. پیرشی بشی بالا نرم نشی. نمیشم بشی بابا جانی بروشی مونده واسه جان شما جوره بر بشی پریشون کردیم همین تا گفتین کار ضروری دارم گفتم حتما با بچه شما جنگ دعوایی کرده نه این بچه جنگری نیه خیلی بچه خوبیه خوش خود شما دیگه آمدید میشناسید چقدر بچه لایقیه گپ یا لوکا شما ندگی واقعا. چای بخوردیم یا بیاره بشه نه خیلی بینین چای نماییم خیلی بینین نماییم خوش آمدیم خیرت خوب بود چی کار چی مشکل چی کاروبار نه برو نه گفتین که به چی کار آمده این خیرت بود بابا آدم خواهم قرد از مزاوی مرد به گیلک جان تو میشناسی بله ها بچه خوبیه بچه خوبی بچه کری گفتم اگه بشه امیر با غلامی خود قبول کنه خدا چی بگم به شما چی بگیم خیلی ما بچه خوبی اومد. گردن ما بند باشه نیه. هر کس من غلامی کنه. اگه گردن ما بند باشه تا شما خودی رو کار میکنم. آفرین کریه دیگه بابا پیمی اسیام که هست دیگه این کار میکنم اسیام خودی حال اسیام خاطر ایل آرد میکنیم. خیلی نی حال زمستون شده نون نمیخورم. خوبه آرد خیلی داریم. هر روز آرد داریم. گفتم دیگه یک خبر خوشی به ما بدیم انشالله دیگه ما همساییم که ما رو میشناسیم اینم میشناسیم دیگه راست میگین خوغل ما مجنه چند درایه یک پله به منجیه خب انار ایت حسابی هسته که شما خو میفهمیم که من 100 تا دختر من خونه دارم بله بله با گفتم با خونه اختلاط کردم من پیشکش و پسکش و اینا هم نمیگیرم فقط بچه خوبه باشه دست به زن ندیشته باشه با خدا باشه 5 وقت نمازه باشه من دیگه هیچ مشکلی ندارم زحمت کش باشه که لقمه نون حلال پیدا کنه من خوره خوب بیارم من 4 وقت نماز میخونم یک وقت خو سو وقت خو وقت هم سعی که بیدار شی بخون سو وقت خو خاطره انا دیگه خود شما تصمیم بگیریم دیگه از این گپ شما چی بیتر دیگه یک دخترم 30 ساله هر که اور بیایم من عد کردم که اور به دوماد بودم به شوهر بودم برای شوی 30,000 پولم میدم یک دختر دیگه من 40 ساله که هر وعده عد کردم ایرم عروس کنم 40,000 روپیه هم برای او بدم یک دیگه 60 ساله که گفتم هر وعده ایم بخیر در خونه باشه 60,000 روپیه پولم خودی او بدم انا لگ من نمیفهم شما کدوم یک دختر آمد خواستگاری میکنی؟ بابا شما پیشکش نمیستونیم نه پیشکش یک روپه میگم نمیستونم پیشکش من نمیستونم آها یک دختر شما 30 ساله 30,000 پول میدیم به دومات خو یک دختر شما 40 ساله 40,000 پول میدین ها یک دختر دیگه شما چند ساله؟ یک دیگه 60 ساله شده 60 ساله 60,000 میدین 60,000 پولم خودی میدم بم دومات مامادم خان جا خداوند شما رو به روز نیکی خیر بده خیر ببینیم از محبت خود دوستی خود بابا از این چی بیتره پس یک کار میکنیم مامادم خان جان شما دختر نداره که 100 ساله باشه که 1 لک بدیم برای ما چی میگی تو گیلک خاطر ماما شاگل ای چی میگه بچه ساده تر نه به خاطر ازی که من میگم سرمایه بشه با من 1 لک بدیم تو بیا سرمایه. بدی زن بگیری یا برات سرمایه برای خو میگردی خب نه زن میگیرم دیگه 60 ساله خورده اما 100 ساله رو بدیم 1 لک هم بدیم برای ما چی میگی تو چی میگی این نمیفهمم ما آدم خان دیگه شما بزرگواری خوبه بخیر ایشته نمیفهمم ماما شاگل بچه ای دیگه. از تو هوشیارتر هم هسته به این گپ خو همیته که معلوم میشه شما برات میراث و پول و درهی میگردیم نه برات زن بیکار بندی بدی بیکاری تو
نیه بابا گردن خود اینا نمیگیم پول میدم من. خب پول میدن دیگه، نگفتم که تو با بگم مثلا سلمون دیگه 100 دختر دارم، تو با 4 تا کجا پیدا کردی؟ تو گفتم میشه باشه. تو خیره بچه مودم خان شما دیگه ببخشیم دیگه. نه ماما شاگل، من دخترم خو عروس نمیکنم. او بچه که ماما ای به فکر پول و دره ایه، این نمایه زن بگیره. حال تو بیامدی زن بگیری یا بیامدی اینجا خدا از این معامله کنی؟ خب من میگم ما خب فایده خو میگم، من میگم هم زنه بشم میراث نمایم، اما یک لکه که میدم سرمایه بشه به من. یک لک سرتون رو بخوره. خیلی ببخشید مودم خان دیگه، خیلی بچه نفهمید دیگه، شما کلانتر دیگه عفو کنه. اجرایی نداره ماما شاگل. من دختر خو اشته به تنور بندازم، این پولار بستانه و قصه از او دیگه نمیشه. ای تکمه میبینم. هی خواهد من چون باش بابا جو. مودم خان خیلی دیگه برانمه صبر کنه، اون نفهمید بچه. یک جواب به ما بدیم، جواب رد ندیم دیگه. خب بازم من خود خونه مشوره بکنم باز خبر بشم، ولی فکر نکنم این معامله ما و شما رنگ بگیره. این برات پول میگرده، نه برات زن. خاک بم سهره شما ببخشید دیگه مودم خان. اگه چاش نمستکیم ای یک ای دو، اگه نمستکیم دیگه بابت خسرونی به سر زمین به پیش منه. بابا جگر هیچ رای نداره. همین گردن شکست نه ماما شاگل. شمشیر شما. من شرطار بگذاشتم، دلیلای دارم از پیش خو که من خودم میفهمم و خدای من میفهمه. شما رو به خدای کریم سپرد. خیلی ببخشید دیگه. خدا ببخشید. خدا حافظ شما. اینا چی میگفتم بابا؟ تو هنو بچه ای بابا جو. هر وقته که مثل من ریش سفید شدی و صاحب اولاد شدی، او وقت میفهمی که من چی میگم. تو چه به مسجد نرفتی؟ دیر شده خوب. بده بچه رو مرد چی؟ دیر شده. امروز هم همی چند با جمع چه. تو هیچ وقت آدم نمیشی، میفهمی؟ هیچ وقت هوشیار نمیشی. حالا کنتو کار نماش بسرا باید کنتو گرد بزن. بسرا کفت بیا. سلام کجا میری دیگه؟ اکثر سر خود کن میری. وقت تو کی میفهمی بابا، کی میفهمی؟ بابا دیونه شده دیگه امروز صباحه. تو کی هوشیار میشی؟ اما مقصد بابا کی هوشیار میشی؟ من از اینجا ودیشی که من بابا من دختر فلانی داره به خواستگری. هرچی دق دشتی شلق داری دقا خو. روی حیثیت نامه نقلشی پیش از تو بیکار میدی که تو برای از بگی دختر 100 ساله بی قد کن. بله. بیکار میدی بگی دختر 100 ساله داری به من یک لک پول بدی. بو مرده بدی قاقم پول. اما مرتکه میبینی میگه 30,000 ازی دختر خو میدم، 40,000 ازی میدم، 60,000 ازی به دختر خو میدم. تو بگی دختر 100 ساله نداره. چه ریته میکنی آخه؟ تو چه ریته میکنی؟ پیار روی تو خدا ببین چه کار میکنم من. من چی میفهمیدم؟ خود گفت 60,000 میدم من چون دختر من 60 ساله به دومات خو 60,000 میدم. ما گفتم اگه یک لک داریم دختر 100 ساله بده من که سرمایه هم بشه. اگه یک لک مال تو نباشه وقت مرتکه دیگه مرغ قربت تو نده. اما هر جا من میگم بیای میکنی. واقعا میگه تو زنده بشه میگم تو مجرد بودی. اما در بابا تو گفتم. روی تو خدا ببینه دیگه هر جا که میری تو میتی خرابی داری. اما هر چی دوغ داری چپه میکنی. بابا من بفهمونه. آخ بفهمید دیگه از این بیشتر چی میشی؟ شطور میشی؟ از این کلوتر چی میشی؟ مچو یاد گرفتم مچو تعریف تمسه میکنه دل و کباب میشه. کار ریش تو سر کنه تو هر ماه سفید چاخه. همین تو مجرد بونی به هر جا تو یک جا اول دیوم سیوم چهارم پنجم علی دفعه اخیری گفتم باشه برو به مثلا 100 دختر داره خواستگاری برو علی اینجا خراب کردی دیگه من اشتباه دارم برو پیش از این مرتکه بابا یک کاری بکنی خوب چیز کنیم بگیریم از این بعد به هر جا که به خسرونی میریم من لنگ من بسته کنیم به نخی فهمیدیم اون نشونی باشم دیگه نخه ببینم به یاد میاد که من گپ نزنم. علی نخ خیلی خوب شده بری چند وقته بی نخه. علی میگه تو استاد نکنه که تو جول نکنی. یه در سر من تک تک کینه گلک اومده. گفت آقا دوماد اومده. ابری شد و در سر ابری بچه نو بیخلی میزدی. بشی دیگه دفعه اول تو نیه بابا. نخ گفتی یعنی نه نخ سرخه. نخ سرخه به لنگ ما بسته کنی. این نخ اینجا نشونیه که نخ ببینم میگم ما چوپم. خوبه. خوش.
خیر حالا کموش بده بابا صدا کی بریم بابا دیگه مگر صبر کن مادر تو بگرد سعی کن اگه جا خوبی باشه دختر خوبی بابا، مرد خوبی باشه بابا. تو پیدا میکنی این تا مجرد بابا. نمیمونی آخه هم کلک زمو نکن همین زمو کنیه بابا من میفهم چی گپه بابا تخت ما بسته تخت ما بسته بریم پیش یک جادوگری که تخت یعنی چی؟ تخت من نمیگم دم تخت تو بدیدم تخت تو بسته بخت تو بسته بخت من نمیگم تخت الان تخت بخت من بابا بخت ما بسته نه خدا نکنه وجود بختت هم بخیر بستنی امشالم هر جا که تو بگی مولد تو بگم بخیر بریم بخورستنی بریم مال بخورم که مولد تو معطل که خبر خوش بدی یعنی خبر خوش خود تو بدی بگو بابا هم بگو مادر دوغا خود چپک کردم ابری بابا خودم وردم تو رم وردم بره مردم میده بره شما نمیای تو نه بره خوش راست میگم پیاده بگرم از این وقت برو من لنگ خود نخ سرخی ببندم کم که به یاد بیای چوب کنم بیام امیته از این طرف بیایم فیضیا لقد نکنه موندن نباشی رقیب سلامت باشه شتینی جانجوره خیره سلامت ساعت خوبه بشی سوزی ها شما نه دیگه شکل ما من چندیه من 80 دیپیه سوزی ها من چندیه اینا با 75 خب ما و چند مجو خاطر میمون داریم بفهمیدی انا بیا آمدم میمون ها ما یک بلوک مفوری سرا ما انا مدر ما گفتم انا دو من سوزی برو بچی ما مادم خان بستونک انا کمی پول هم برای تو بیا آوردیم انا دیگه پولا تو هم میدم دو من چند نمیشه؟ دو من 150 ریپی انا مدرسلا فدست دلار زاده بشکنه گردن نرم زاده ای 30 ریپیه چند دیگه میمونه؟ 120 ریپی دیگه هم شما شما میجمه میارم نمیشه بله؟ نمیشه اینا از نمیشه ما بر کرده به قرض بدیم آخه ما اینا کار میکنیم اینجا ما کی گفتم با ما خیرات بدیم خب نمیشه به قرض بدیم من نمی باشه ما ارون صدا کنم بیای باز شما ارون بیا سه کنیم گیلک چی میگه من نمیفهمم بگی من میگم تو به می کلونی نمیفهمی نه شما من میگم اینا خب بقیه چی فرق میکنه او ری میکنی او که از تو خوبتره اون نفهمه من نمیفهمم سلام. بله من گیلک میگه من چون دو من سوزی ما مهمونی اومدم بریم نمیشه بیا باید بشی 30 تو روپه جای بگم بدین 120 الا روپه فس دیگه میمونه سوزی خراب میشی و بشی تو نمیشه گفتم نسیه نادیم بله گفتم نسیه نادیم کی گفتم پیار می های ندارم گفتم نسیه نادیم به سر مادر خود داری چند دفعه خودم گله بیزی کردی ها بله خب یک جراب گلی روز به تو ندادم بله ها دادیم خب او حالا من آن 120 ریپه دیگه میمونه پولاتو نمیارم و پیار ما گفتم نادی نسیه تو به پیار خو یک زنگی بزی گوشی ندارم تو خیال میکنی گیلک نداره بگی شماره پیار خو سب که رس بیرو واکنم بگی گوشی پیار خو بگو بابا گیلک بیامده بله بابا می گیلک بیام بچه ما مشاگل بیام و برات دو من سوزی 30 روپیه بیاورده 120 روپیه دیگر نآورده اوه بودم یا نه ندم او باشه خدا میگم ندیم من مسخره تونو من دروغ با پیار خو میگه خدا حافظ گفتم نده خو خیلی بکریا نشو خیلی
بگی تو بگیرم شما رو بگیر کینه خب من اون بابا شما بچه شما ماما شاگو میگو ماما شو بیار میگو ماما آدم خان من بیامدم پیش این بچه ها شما به تباختی شما مادر من به شما سلام میگفتم بعد از سلام گفتم برو به پیش ماما آدم خان 2 من سبزی بست و واسه 1 بلوک مفخور بلوک 100 بیامدم امشب میمون من گفتی میمونه بزینه سبزی بدین که تا به برج عقرب دیگه باد کنم دیگه نیایم خب براره ما خب ما کن میاریم دیگه درسته شما میگیم هر کس اینجا باید میداره میمون البته شهر خربیزه گردن و بند باشه یک میمون رو داره فقط اینا رو سیل آورده مادر میگفتم قناق بخورن گوشت ما به زی زمستون روز که موشا خونیم و گوشنگی دومرو خواه و ما کجا بریم از اینا گوشت بیاریم کیچیری سوزی میدن که گردن و بند باشه تا به برج عقرب کلمو اینو باد کرده باشه با قرض نمیدیم ای به خیر خوشی بلکم تمی زمین ها شما کوخ بفته که کنیه کوخ بفته که 1 دونه سوزی نبینه گپ مفته نه بچه چه قرقر نکنه به گپ مفته داره چه قرقر نکنه به گپ زنن خودم کنه نمفهمه قبرستون که نمیدی نه چرا میزنی نه اختیار خدا رنگ که نمیده چرا نمیدم هر که نمیدی باشه برو بیار خود صدا کنو دیگه اگه بیامده به در سلام برک گله بزی که بیان گله بزی که میفهمیم هم سایدلی شما سر شما ما نمیشه دیگه به در سمونه نه به گله بزی بروی عقبی بخبال کن زمین شما همه کوخ بفته که شهر مایانه داره این مرد کلونه همون گیلک بیدک بیامده گفتک سوزیار بعد ما هم ندادیم بگی زرزن در سرا اینو مرد کلونه خجالت نمیکشه بله سلام علیکم تو شهر مایانه داری مرد کلونه بله تو چری بچه نادانه زدی خودمی بیدک آقا اگه بود لقب تو میخورد به دهنی یا چی دندونای میده میشد من نزدم این ماما آدم خان ای دروغ میگی خودتکه کیه مزدم بچه پاتا ماما آقا والله سما زدم شهرم که آیا که مرد کلونه خدا نترسی دهنه بزنی نیه گردن به من ماما آدم خان نیه باب چیزون راست میگه همین میفهمه گنگیه گنگستا شیبه ماما آدم خان من نزدم مادر ما گفتن که 2 من سایزی با ما بست و کاتر میمون آمده انا ای با ما گفتن ما به قرض نمیدین شما مفخوری ما مفخوری خب به قرض نمیده که نمیده بگه تو بزنی به دهنیو نزدم ماما آدم خان به دهنیو اله الا الله خدا نترسی بزنی من تر گازی وقت استاده شد بام لغت زد ما استاد بتا گوش آقا زد بتا گوش نه همین حدث که ما و شما حقا همساییم بیا بریم بابا بخچه بریم شهرمون که آیا کن ها چاوی ماما آدم خان بیامده به دل بابا رفتیم به دل بخشی نه سوزی میمونا سوزی بستو بیاد 2 من سوزی برفتم به در سر با تباخچی اینا بجینا زنگ زدم الو سوزی بدیم به قرض ندادم من به لغت بزدم به همین جگاه یا بیامده حال گریه کرده خودی بچه خود گونگم به من گپ مفته میزنه
همین هست که اگر درم بند باشه شما 3 نفر بودیم. اگه مردیم یک کگی بیاین سعی کنی شما رو میگه فارش زمین میکنم. جورگی بیاین. 3 نفر بیامدم به غیرت خود ندیدم مال شما. گیلا خرگوشا ما کجا کدی؟ بعد گفتم ببر بفروشگونم. آخه چرا بفروختی 5 تا خرگوش از خود نبود؟ چرا ما نگفتی؟ خب از تو میدن میفهم از تو میدن دیوال قلبه کنه برفته به سلام سایه. آخه خوب کار که چرا ما نگفتی باز نفروختی بفتی به اجازه بفروختی. انوالی میتاش. انوالی بیا شتو درست کو گل بیا. بده برو خرگوشا هم بیا بده. از کجا بیارم؟ از هر جون بفروخت از موجی پس پلا بده من کار ندارم. مسخره تو شدم واسه گمتا. چرا میزنی با خودتون نگو؟ خرگوشا هم بده. برا. برو دیگه نه خرگوشا هم برو بیارک. برو بابا.